مذهب‌های اونها مذهب‌های امام شافعی ای، مذهب امام احمد حنبل ای، مذهبی بگیم که انا بعضیش مذهب ندارن، مثل این مردکی عبدالظاهر داعی و مثل ابو عبیدالله متوکل و پر همین ابو همین اینترنت پر شدگی. حتی نام علما رو چی میکنن؟ رد میکنن. علمای فارسی زبان افغانستان را گوش کردم، شخصی به دست با نام متوکل که بسیار ادعاهای سخت میکرده است که مذهب لازم نیست، ما قرآن داریم، ما حدیث داریم، ما اجماع داریم، برای ما پیروی و تقلید مذهب هیچ حاجتی نیست. ولی اگر میگه نه اینجا یک مذهب حنفی است دیگه گنجایش نداره، کی سری ملازم کرده فرض کرده مذهب حنفی را؟ تو پیروی کتاب الله و سنت رسول الله نیستی؟ بیا به دلایل. کی سر ملازم کرده که ما دنبال امام شافعی رحمه الله یا احمد بن حنبل یا امام مالک رحمت الله علیه دنبال کدام عالم بروم؟ این از کدام جای دلیل داره؟ کی سر ملازم کرده؟ عجیب است. هر کس که از عقیده قرآن و سنت گپ زد ولو که 500 مرتبه قسم بخوره که من حنفی هستم بگوید تو وهابی است. امروز افرادی پیدا شدن با مانند اسکندر مدنی، عبدالظاهر دایی و عقیده خود صحیح و درست میدونن و عقیده ما را باطل میدونن که نادرسته، در حالی که عزیزان من عقیده او خرابه، عقیده او باید بروند عقیده کنن. او برادر از تو که من خوب هستم، من ماستری هم در فقه حنفی گرفتم، تو چی کردی؟ من خلاصه و قدوری و کتابای کلش خواندیم، مدرسه دارالعلوم خواندیم. بعد از مدرسه دارالعلوم که نه فقه حنفی تدریس میشد، ما استادم بودم. بعد فاکولته شرایط ما ماستری هم در حنفی گرفتم. نه از قرآن که گفتی، از صحیح بخاری که گفتی، تو وهابی است. اول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در زمان خلیفه که خلافت اسلامی بود قضا را قبول نکرد، از زندان وفات کرده. یعنی حنفی زد. هر کسی که از قرآن و سنت گپ زد، چون دین اسلام اصلش چی است؟ قرآن و سنت است. مذاهب فقهی که حالا فعلا در بین مروج هست، این در قرن اول امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه که حالا فعلا اولین مذهب فقهی اجتهادی هست، خود امام صاحب در 80 هجری تولد شده و در 150 هجری وفات کرد. خب پیش از مذهب حنفی کی بود؟ امام صاحب در 80 هجری تولد شد. امی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و امی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و امی تابعینی که اینجا بودن و امام صاحب تا که 20 ساله میشه، 20 چند ساله میشه، باز فقه را شروع میکنه، باز اجتهادات بیان میکنه. اینا در مذهب کی بودن؟ بعد از امام صاحب باز امام مالک میاد، باز امام شافعی میاد، امام احمد ابن حنبل میاد و دیگه مذاهب دیگه جور میشه. پیش از اینا چی بود؟ قبل از اینا کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد از این علمای مشاهیرین بزرگوار اسلام ما اونا را به کلش دوست داریم و از ما که رتبهشان بلندتر است. امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعی بود، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و ملاقات کردن، ولی قبل از آمدن از اینا قرآن بود و سنت بود. پس آن مسائل زیادتر شده رفت و سوالات زیاد شده رفت، علما زحمت کشیدن و اجتهاد خود کردن و امام صاحب گفت من این اجتهاداتم است و اذا صح الحدیث فهو مذهبی. اگر کدام حدیثی پیش من در اجتهاد من ضعیف بوده، پس آن علمای حدیث شناس گفتن این حدیث صحیح هست، اونم مذهب است. یا حدیث بر من نرسیده بود، علما گفتن که این حدیث برای امام صاحب نرسیده بود، این حدیث به ما رسیده است، اونم مذهب است. و با بسیار احترامی که داشت. پس اونا گفتن که اصل این امت که است اینمی هست که این امت به کتاب الله و سنت رسول الله چی میکردن؟ عمل میکردن. به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله اینا عمل میکردن. حالا چطور این کتاب برداریم از پیش از اینا؟ برشان باید اگر شعر خواندی بسیار خوب مسلمان است، اگر شاعری کردی خوب مسلمان است. ملایی که سر منبر خوب شعر میخوانه، حافظ میخوانه، من همین حافظ سعدی یا دیگه شاعر است، بعضی شعرش خوبش است، بعضی شعرش اشتباه داره. شعر مثل کلام است، صحیح و صحیح و سقیمه سقیم. اگر زیاد از عقیده توحید گپ زدی، صفات الله در قرآن است، اسماء الله در قرآن است، عقیده توحید در قرآن است. هر صفحه قرآن نام الله در هر صفحه قرآن، قرآن شریف ما گرفتم، نام الله سرخ نوشته شده بود، کلام نوشته شده.
در هر صفحه قرآن 3-4 جای در هر صفحه نام الله هست. الله الله الله، وحدانیت الله، توحید در ذات در صفات است. گفت برای این مردم که از قرآن و سنت گپ میزنه انگلیسی رو جور کرد یا را وهابی بگوید. این در مساجد افغانستان اگر به طریقه حنفی نماز خواندی، خب به طریقه حنفی هم کس نماز نمیخونه. هیچ در افغانستان بسیار کم است که به طریقه حنفی مردم نماز بخوانند. چرا اون قسمی که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نماز میخوان که در یک آیت قرآن استاد میشد و گریه میکرد از کسی کدام روز رفتین در یک مسجد نماز خواندین که امام مسجد وقت قرآن خوانده باشه اشکایش سر کرده باشه، 2 رکعت نماز مثلا در 2 ساعت 3 ساعت خوانده باشه. یعنی امام صاحب میگه یک شب نماز نفل میخوان، در سر زمین آیت رسید که وامتاز اليوم ایها المجرمون، یک میگه گریه کرد که مثلا چندین ساعت استاده بود و گریه میکرد. بفرمایید برای ما بگوین که برش میگه که گو قاری صاحب محترم 30 سپاره قرآن در خواندی، خیر است همین نماز حداقل می رکوع اجازه بده که 3 دفعه سبحان ربی العظیم بگوی. بر کوکی نکنی، نام از رو بد میکنه، حتی نام علما رو چی میکنه؟ بد میکنه. یک نفر میگه من حنفی هستم، آیا شما تصور میکنید که در زمان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و شاگرداش که بودن کسی بوده که نماز میخوانده و معنای نماز نمیفهمیده؟ ابدا. عامیل مبرد بفرمایید روی سرک 10,000 مسلمان نمازخوان استاد کو اگر تحیات برد 10,000 نفرش اگر 5 نفرش بفهمه معنایش. 60 سال نماز خوانده التحیات لله و الصلوات و الطیبات را معنایش نمیفهمه که من به الله چی گفتم. آیا کدام روزی که نماز خواندی سمع الله لمن حمیده، امام میگه که سمع الله لمن حمیده، الله میشنوه کسی که حمدش میگه، آیا تو خطاب کردی الله را که ربنا لك الحمد، قلبت الله بیاد بده باشه. سمع الله لمن حمیده مراد کنیم سمع الله لمن حمیده بس سجده عاجل بیاد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. در کجا وفات امام ابو حنیفه و چرا زندانی شد؟ گفت که تو با وجود ازی که والی هستی، والی خلیفه مسلمان ها هستی، نظام خلافت اسلامی است، شریعت الله تطبیق میشه، لکن والی ظالم است، گفت نمیکنم قضا را قبول، زندان داخلش. از قرآن که گفتی، از صحیح بخاری که گفتی، تو وهابی است. او خرابه عقیده او باید برون عقیده بخونن. امروز مولای تاجیکستان سنگ میزنن که مرتدین، مشرکین، ناصبین، خوارج، معتزلین، همه اینا خودشون هستن. معتزله، خوارج که تهمت میزنن در حالی خودشون میشناسن و خودشون هستن. پس از جوانان ما گول یولا نخری. این گپ مسلمان است یا گپ انگلیس؟ گپ انگلیس است. ولی بیچاره الفاظ انگلیس تکرار میکنه، نمیفهمه که من چی میگم. این مسلمان میگه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. هر کس که از کتاب الله گپ زد و از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم گپ زد، این چی هست؟ این وهابی است. خیلی چی کنیم که وهابی نشیم؟ نه از یا گپ نزن. اصطلاح سومی چی است؟ از نیست میگه پا یا من از دلم میگم از بعضی کسان گفته نمیتونه، بعضی کسان نمیگه، بعضی کسان می جرأت نداره بر مرتد بگه تو مرتد هستی، بر کافر بگه تو کافر هستی، بر وطن فروش بگه وطن فروش هستی، بر مزدور بگه مزدور هستی. لکن ما گفتیم میگیم و در قصه شام نیستیم، بیاز خود پای ما در لب گور